درود و عرض ادب و احترام خدمت همه شما همراهان عزیزم. امیدوارم که روزتون بخیر و شادمانی باشه. خیلی خوش اومدید به این ویدیو تمرین یک قسمت پ رو. قراره که داخل این ویدیو مورد بررسی قرار بدیم. من یکم حالت سرماخوردگی دارم، عذرخواهی میکنم از خدمتتون. امیدوارم که یاری برسونه این گلو که ما بتونیم این ویدیو رو حرفه‌ای ببریم جلو. به قول قدیمیان ما مجلس زیاد رفتیم دیگه، گلو یاری نمیرسونه. بسیار عالی. انواع و اقسام ویروس‌ها با ترکیبات مختلف هم تو این فصل زمستون خودنمایی میکنه و فقط خود من به شخصه داخل این بازه زمانی پاییز و زمستون نزدیک 5 بار سرم زدم. یعنی در واقع به فواصل مختلف 5 بار سرم زدم، یعنی بله سرویس کردیم دهنشون. بریم آقا استارت بزنیم. بازم از خدمتتون عذرخواهی میکنم. قسمت پ گفته چی؟ گفته که اختروش‌ها دورترین اجرام شناخته شده از منظومه شمسی هستند. پس دورترین اجرام شناخته شده چیا هستن؟ اختروش‌ها هستن که حالا فاصله‌اش رو در ادامه میاد بیان میکنه. به عبارتی در دورترین محل قابل مشاهده کیهان قرار دارن. فاصله اختروش‌ها از منظومه شمسی، خب این عدد رو من بخوام بخونم، این عدد اصلیش و اونم توان دهش. عدد اصلیش همونطور که داریم میبینیم یکه، پس من خیلی کاری باش ندارم دیگه. یکی که مهم نیست، میشه 10 به توان 26 متر. یعنی عملا فاصله اختروش ها تا کیهان، تا منظومه شمسی 10 به توان 26 متر هستش که حالا اینا مشاهده شدن و این فاصله ای که دارن اندازه گیری شده. گفته این فاصله رو بر حسب یکای سال نوری بیان کنید. اول از همه من یه نکته رو اینجا تذکر بدم. آقایون داداشام یادتون میاد که ما اومدیم اشاره کردیم که این سال نوری درسته که اسمش میخوره واحد زمان باشه، اما واحد زمان نیست بلکه واحد طوله. اوکی؟ یعنی مثلا یه اسمی داره اصلا هیچ ربطی به زمان نداره، بعد واحد در واقع هیچ ربطی به طول نداره، بعد واحد طول میشه، یعنی کلا مربوط به زمانه. مثلا سفید دوست داره سیاه گیرش میاد، اینطوریه. خب من برم دیتا رو بنویسم. اول از همه بیایم نگاه جدول معروفمون بکنیم. سال نوری اینجا اومده عددش رو به من داده، گفته یک سال نوری میشه 9 ضرب در 10 به توان 15. پس بیایم اینجا بگیم که سال نوری اینجام بذارم متر. هر سال نوری 9 ضرب در 10 به توان 15 متر بود. اگر اشتباه ننوشته باشمش که نه درسته. حالا اومده گفته 10 به توان 26 متر فاصله اختروش میشه چند سال نوری. اینجا براش x میذارم، درسته؟ خب همونطوری که داری اینجا مشاهده میکنی من با چی مواجه هستم؟ یه دستگاه تناسب دیگه و بعد اینو حلش کنم. کافیه طرفین وسطین بکنم. بنابراین x من برابر میشه با یه خط کسری خوشگل، اینم از این، حاصل میشه 1 ضرب در 10 به توان 26 تقسیم بر 9 ضرب در 10 به توان 15. خب این x میاد در این ضرب میشه، اینم میاد در این ضرب میشه و بعد اون دوتایی که مجهول توشون وجود نداره میرن تو صورت قرار میگیرن، عدد معلوممون میشن، ضریب مجهول هم میاد توی مخرج قرار میگیره. بریم ساده سازی. اول از همه کاری که من میکنم تکلیف این توان 10 به توان 15 رو مشخصش میکنم. میارمش تو صورت، میذارمش، میکنمش 10 به توان منفی 15. از پایین خطش میزنم. درست شد؟ این روالی بودش که ما همیشه انجام میدادیم. حالا یه 10 به توان 26 شما داری، یه 10 به توان منفی 15 میشه 10 به توان 11. یعنی در واقع 26 تا مثبت 15 تا منفی. 15 تا منفی خط میخوره، با 15 تا مثبت 11 تا برامون میمونه از اون 26 تا. یه دونه 9 هم میذارم توی مخرج، مساوی میگیرم ازش. خب من میتونم اینجا بگم آقا 10 به توان 11 خودم رو میذارم. حالا عدد 1 رو تقسیم بر 9 میکنم. چرا 1 رو تقسیم بر 9 میکنم؟ اونم ویدیو داره ضبط میشه. آره، چرا 1 رو تقسیم بر 9 میکنم؟ چون خب 9 تو مخرج دیگه، میشه 1 تقسیم بر 9 میشه 11 1 دهم مثلا، شما اینجوری در نظر بگیرید. پس میذارم 1 دهم ضرب در 10 به توان 11 در واقع سال نوری. خب یه نکته رو دقت کن بچه‌ها. ما اومدیم گفتیم که آقا سال نوری واحد بزرگیه. همونطوری که داری میبینی یک عددی که شما داشتی شده 10 به توان 26، الان اومدی خیلی کمتر، حتی از نصفش هم کمتر شده و عملا رسیده به 10 به توان به طور دقیق تر 10. یعنی از 10 به توان 26 اومده به این مقدار رسونده خودشو. بنابراین به این صورت من میتونم دیتا رو بر حسب سال نوری به دست بیارم. یک بار دیگه با هم دیگه مرور کنیم.
ما یه جدول بسیار معروفی داشتیم. سال نوری رو اومده بود بر حسب متر برامون بیان کرده بود. حالا اومده بود یه دیتا به من داده بود، فاصله اختر روش بر حسب متر که سال نوری باید تبدیل می‌کردم. یه دستگاه معادله تشکیل میدم، طرف این وسطین میکنم و در واقع ایکس خودم رو که به دست میارم میشه 1 ضرب در 10 به توان 11 سال نوری. عملا فاصله رو از متر تبدیلش کردم به سال نوری که به این شکلم به دست اومد. بسیار عالی. پس آقا تیپ های سوالاتی که ما داخل این سه تا مسئله الف و ب و پ دیدیم کلا از طریق حل یک دستگاه به دست میاد. یه دستگاه تناسب تشکیل میدیم و معادلمون رو حل میکنیم. تمرین 1 پارت آخرش تقدیم موضوع رو پرمهرتون. امیدوارم که این ویدیو مورد توجه دیگران زیباتون قرار گرفته باشه. پیش از خداحافظی ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب. اینجا در کنار هم دیگه قراره کلی حال خوب بسازیم. هللی دوستتون دارم، خیلی زیاد، خیلی مخلصیم. خلاص.